حين ولدت أعطيت. من نامم محمد علی است. از تاجیکستان زنگ میزنم شما را. من بسیار که وای تلویزیون شما را تماشا میکردم و برآمدهای همین اهل تشیع را میدم بسیار عصبانی میشیدم و برای این برنامه که خیلی هم ما را برخوردار کنه از مذهب خودمان، از روش خودمان، بسیار بر شبکه بسیار حق تشکری میگم و من بسیار ناراحت میشم وقتی که ویدیوهای را نسبت به بزرگان دین ما که اهل چنین سخنانی بسیار ناسزا و ناروا گپ میزنند. و یک بار دیگر به همه برادرایی که امروز آواز ما را میشنوند گفتنی هستم که من از تاجیکستان به همه برادرای مسلمان گفتنی هم که نو بسته در کدام مذاهبی که هستین، فقط مسلمانی و فتنه ها را که امروز جهان غرب با ما پیشنهاد کرده است و بین ما جنگ انداخته است بشناسیم. و مذهب سنی یک از مذهب و پیغمبر خدا چنین گفته بود که در آخر دنیا 72 رویه پیدا میشه، از این یک رویهش داخل جنت است که این است اهل سنت و جماعت. تشکری میگم به شما و برادرایی که در این شبکه کار میکنن و خداوند شما را در پناه قسمتش نگه دارد. حين ولدت